آموزش نصب VS کد با 2 کلیک. سلام رفقا، به دومین قسمت از سری ویدیوهای آموزش پایتون خوش اومدین. تو این ویدیو میخوایم VS کد رو روی سیستممون نصب کنیم. وارد سایت code.visualstudio.com میشیم که آدرسش رو توی کپشن براتون قرار میدم. بعد از قسمت دانلود این گزینه رو انتخاب میکنیم. خب توی این صفحه ازمون میخواد که سیستم عامل خودمون رو انتخاب کنین. من چون ویندوز رو دارم ویندوز رو انتخاب میکنم. خب بعد از اینکه دانلود فایل تموم شد با همچین صفحه روبرو میشیم که ازمون میخواد شرایطش رو قبول کنیم و بعد یک سری فایل ها رو از ما میخواد که روی سیستم نصب کنه که خب ترجیح میدم همین حالت پیش‌فرضش بمونه و اینکه بهش بگیم که آیکون VS کد روی دسکتاپمون ایجاد بشه و بعد از اون هم گزینه اینستال رو میدیم. خب بعد از اینکه نصب فایل کامل شد با همچین صفحه روبرو میشیم که ممکنه برای شما چون بار اوله که دارین برنامه رو ران میکنین یک خورده این متفاوت باشه. به هر حال برای اینکه ما بتونیم که از پایتون روی VS کد استفاده کنیم و شروع به برنامه نویسی کنیم باید اون رو روی VS کد هم تعریف کنیم. برای این کار وارد قسمت اکستنشن ها میشیم و پایتون رو سرچ میکنیم و این اولین گزینه که تیک آبی رو داره انتخاب میکنیم. خب اینجا توی این صفحه روی قسمت اینستال کلیک میکنیم که خب چون من قبلا اون رو روی VS کد نصب کردم برای من گزینه آن اینستال رو نشون. و برای اینکه بخوایم تست کنیم و ببینیم که آیا واقعا روی سیستم ما نصب شده یا نه میایم و یه برنامه کوچیک می‌نویسیم. اینجا ازمون میخواد که زبان رو انتخاب کنیم. پایتون رو انتخاب میکنم و مینویسم پرینت hello world که خب این ساده ترین برنامه دنیا هستش و از اینجا هم ران پایتون فایل رو انتخاب میکنم و اینجا میگه که باید فایل رو سیو داشته باشی. روی دسکتاپ ذخیره میکنم و اسمش رو تست میذارم. اجرا شدن فایل شروع میشه و اینجا میبینید که توی ترمینال هلو ورلد رو برامون چاپ میکنه و این نشون میده که پایتون به درستی روی VS کد ما نصب شد. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. توی ویدیوی بعدی میخوایم با انواع متغیرها در زبان برنامه‌نویسی پایتون آشنا بشیم. پس اگه به این دسته از ویدیوها علاقه‌مندین کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فعال کنین که به محض انتشار ویدیوی جدید از اون مطلع بشین. ممنون از همراهی.